وقتی حتی پولی نداشت که یک جفت کفش فوتبالی بخرد، او همچنان علاقه فوق‌العاده‌ای به فوتبال داشت. سادیو مانه در خانواده فقیری در سال 10 آوریل 1992 در شهر ستیو در کشور سنگال به دنیا آمد. او استعداد خیلی خوبی در فوتبال داشت. او خیلی لاغر ولی سریع بود. همه میگفتند او وضع مالی خوبی ندارد و نمیتواند فوتبال را ادامه بدهد، ولی او دست از فوتبال نکشید. او فوتبال را از تیم متز فرانسه شروع کرد. پیشرفت خیلی خوبی داشت، چندان که یک سال ماند. سال 2012 به تیم ردبول پیوست و بعد به تیم ساوثهمپتون پیوست و بعد از آن به تیم‌های خیلی خوبی پیوست مثل لیورپول، بایر مونیخ و النصر. او در تیم لیورپول با حضور محمد صلاح و در تیم بایر مونیخ با حضور لواندوفسکی و در النصر با حضور کریستیانو رونالدو بود. او پیشرفت و قهرمانی‌های زیادی دارد و خواهد داشت. مانه در تیم‌های بایر مونیخ، لیورپول، النصر یا سایر تیم‌های خود خیلی تکنیکی کار می‌کرد. او با سرعت بی‌نظیر خود همه را متعجب خود